سلام به روی ماهتون. فرزانه ایزدی هستم، مدرس دخترای فانتزی. این بار قراره با هم دیگه کاور سیخ بدوزیم. الگوی اولیه ما یک مستطیل 80 در 28 سانت هست. از این الگو دو بار روی پارچه، یک بار روی پشم شیشه، البته یکم بزرگتر از الگو برش بزنید. دو عدد مستطیل 80 در 9 سانت هم برای دسته کار. برای جیب‌ها هم دو عدد مستطیل یا پارچه یا تق 20 سانت در 7 سانت برش می‌زنید. در ابتدا لایه پشم شیشه رو بین دو تا لایه پارچه قرار بدیم، با لایه زامفیکس به هم دیگه بچسبونیدش، اتو کشی بکنید. بعد هم به سلیقه خودتون خطوط مطلس دوزی بکشین و دوختش رو انجام بدین. الگوتون رو یه بار دیگه بیارین روی کار قرار بدین و دور تا دور الگو رو روی پارچه علامت بزنید و اضافاتش رو ببرید. حالا باید دو تا زل 80 سانتی ما با نوار اریب تمیز دوزی بشه. بعد اینکه با نوار اریب تمیز دوزی کردیم، باز هم زیر همین دو تا زل باید زیپ دوخته بشه. از زیپ های متری استفاده کنید. مرحله دسته ها رو هم بدوزین و برگردونین و ازش پشم شیشه رد بکنین. همچنین دو طرف زل 20 سانت تق رو هم نوار اریب دوزی بکنین. دو تا دسته کار رو هم مثل تصویر همونطور که توضیح داده شده دوخت بزنید. حالا با یه سری اندازه‌ها روی بدنه مشخص بشه. اول وسط در وسط بدنه رو علامت میزنید، یعنی میشه 40 سانت. هم نقطه بالا و هم نقطه پایین علامت میخوره. از این 40 سانت 10 سانت به طرفه میریم، باز هم علامت میزنید. نقطه وسط این بدنه رو هم علامت بزنین. از این نقطه حدود 3 سانت به بالا و 3 سانت به پایین. حالا قسمت جیب رو میاریم و دقیقاً روی این قسمت هایی که علامت زده شده سنجاق میکنیم و این سه تا قسمتی که نشون میدم رو دوخت میزنید. دسته کاور رو بیارین و حالا به طوری که درز دوخت شده به سمت داخل باشه کار رو روی این خط سنجاق میکنیم و این چند قسمتی که نشون میدم رو دوخت میکنیم. دستایی که دوخت شده رو به سمت داخل هدایت بکنین. حالا نوبت به رد کردن سرزیپ هستش. اول یک طرف رو رد بکنین، بعد از طرف بعدی یه سرزیپ دیگه رد بکنید و سرزیپ ها رو به وسط کار هدایت به این صورت که میبینید کار رو تا بکنید و نقطه وسطش رو چرت بزنین. این قسمت زیپ باید دقیقاً روی این چرت سنجاق بشه و به فاصله 1 سانت از لب دو طرف رو اضافات رو تمیز بکنید و بعد هم با نوار اریب تمیز دوزیش رو انجام بدین. برای اینکه به کارمون حجم بدیم باید از گوشه های کار یک مستطیل 3 در 4 علامت بزنیم. ببین هر 4 طرف من این کار رو علامت زدم و بعد هم برش زدم. در پایان باید گوشه های کار به این صورت جمع بشه و دوختش به فاصله 1 سانت از لبه انجام بشه و با نوار اریب هم تمیز دوزیش انجام بشه. و میریم سراغ لذت بخش ترین قسمت کار. گوشه های کار رو به بیرون هدایت میکنیم و کلا کار رو برمیگردونیم. در پایان میتونید اتو کشی بکنین، فقط حواستون باشه اتو رو به صورت مستقیم روی لایه تلقی اتو کشی نکنین.